احتمالا موقع اسکرول کردن اینستاگرام این ریلز ما رو دیدین که یه کارامل ماکیاتو درست کردیم، حدوداً 40 اینقدر لیوان بود. چطور ما تونستیم این کارامل ماکیاتو رو درست کنیم؟ ابتدا به این دست پیدا کردیم، فرمول کارامل ماکیاتو. شما اول از همه بعد یک واحد اسپرسو، حالا این واحد نسبت به حجمی که میخواین درست کنین طبقه بندی میشه و اینکه فرق داره. به طور مثال ما برای اون حجم 40 لیتر فکر کنم 60 تا شات اسپرسو استفاده کردیم که 1 کیلو 100 گرم قهوه شد. میایین میریزین داخل لیوان. بعد از اون سیروپ رو به همون مقدار، یعنی که واحد قهوه و واحد سیروپ هر کدوم یکه. سه واحد شیر اضافه کنیم. قربون شما. لیوان رو پر یخ میکنین چون آیس کارامل ماکیاتو.